یه روز ساعت فکر کنم 9 صبح بود، من زنگ زدم به مامان، گفتم مامان بابا خونه است؟ گفتش نه سر کار. گفتم مامان بابا شهید شده؟ گفتش نه بیا از دوستاش بپرس. همین آقا علی خانی به من گفتن نه سر کاره، ایشون با سردار نبوده، خونه سردار بوده. ما ماشین گرفتیم اومدیم، داشتیم میومدیم تهران. الهی عزیز دلم، همش داشتیم به گوشه بابام زنگ زدیم. یه دفعه زنگ زدم دیدم یه نفر برداشت، گفتش که پرسید، گفتش یه مرده برداشت. مامان جونم من مرده پرسید پسرم از شهید شده. مرده گفتش که آرومشو خودتون حفظ کنید، پسرتون کنار ابی عبدالله. واقعیت منم مامان جونم نشیدم پسرم شهید شد. یکی از دوستام سر راه بوده زنگ زد به من، گفتش که ابتام تسلیت میگم. گفتم برای چی؟ دوستت زنگ زد؟ آره گفتش ابتام تسلیت میگم. گفتم برای چی؟ گفتش بابا شهید شده، بابا جاش بشه. خاله اونجا من داشتم میمرد. بهش افتخار کن محمد جواد. چرا افتخار نکنم؟ آفرین. چرا؟ آفرین. شهید شده چرا من افتخار عزیز دلم، دل تنگ شده؟ آره حالا اصلا اون اولم گفتم کی دلش برای پدرش چیکار میکنی با دلتنگیات؟ آفرین. بله. وقتی خیلی دلت تنگ میشه چیکار میکنی؟ حالا شبا خیلی دلتنگ میشم. الهی پیکر بابا رو دیدی؟ آره یه پیکری بود با پرچم ایران. اصلا تا 10 کیلومتری پیکر میرفتی آروم میگرفتی. ای قربونت برم من، تو چقدر دانایی.